خودت تو خونه پاستیل درست کن، اونم فقط با 3 قلم. اول قلب بیرنگ منو قرمز کن، سیبش هم کن که گمش یه بار درستش کنی دیگه از بیرون نمیگیری. هر چند تا ژله‌ای که میخوای با طعمای مختلف انتخاب. من از 5 تا طعم مختلف استفاده کردم. پودر ژله ها رو توی کاسه میریزی و توی هر کاسه 1 قاشق پودر ژلاتین و 1 قاشق گلوکز اضافه میکنی. گلوکز رو میتونین از لوازم قنادی تهیه کنید و در آخرم به هر کاسه نصف لیوان آب جوش اضافه کنید. حواستون باشه کاسه ها رو باید روی حرارت کتری بذارین تا خوب ذراتش با هم مخلوط بشه. وقتی که یکم خنک شد کف روشو میگیریم که ژله هاتون شفاف بشه. قالباتون رو حتما چرب کنید. مثل من اگر خواستین با سرنگ میتونید ژله ها رو تو قالب بریزید. اگرم سرنگ نداشتین با قاشق این کارو بکنید. اگرم قالب نداشتین توی هر ظرفی که دارین میتونین پاستیلاتون رو درست کنید. بعدم حدود نیم ساعت تا 1 ساعت توی یخچال میره و در آخر این پاستیلای با کیفیت و خوشگل و شفاف و خوشمزه رو تحویل میدید. مهربون باش برای دوستای خوشگلت هم بفرست، مخصوصا اونایی که بچه کوچیک دارن.